آلمان جای فوق‌العاده برای تحصیله، با دانشگاه‌های سطح جهانی، فرهنگ دانشجویی جذاب و کلی فرصت شغلی عالی. ولی اون آرمان شهری که تو ذهن ساختی همیشه درست نیست. وقتی 5 سال پیش تصمیم گرفتم که به آلمان مهاجرت بکنم، سعی کردم با کمترین پیش داوری و بیشترین اطلاعات وارد این کشور بشم. ولی با این حال یه سری چیزا برام عجیب بود و یه سری چیزا هم تو ذوقم زدش. اگه تو هم قصد داری که آلمان رو برای مهاجرت انتخاب کنی و این مسیر رو بدون غافلگیری طی کنی، حتما تا آخر این ویدیو با من بمون. چالش‌های مهاجرت به آلمان. زبان آلمانی. اولین موردی که به نظرم بزرگترین چالشی هستش که ما تو مهاجرت باش درگیر میشیم زبانه. زبان آلمانی. وارد یه کشوری میشی که کلا زبان دیگه از زبان مادریت داره. من از خیلی شنیدم و خودم هم تجربهش کردم که مهم نیست که چقدر زبان آلمانی خوندی یا چقدر توانایی داری که خودتو تو این زبون پرزنت بکنی، ولی یه شخصیت دیگه میگیری تو این زبون جدید و خب این خودش یه چالشیه که دیگه اون چیزی نیستی که قبلا بهش عادت داشتی و باید یه شخصیت جدید پیدا کنی و خودتو با این شخصیت وقف بدی. اگه بتونی این چالش رو مدیریتش بکنی، درصد زیادی از مشکلات تو مسیر مهاجرت به آلمان حل میشه. واسه همین میتونی ویدیویی که درست کردم راجع به زبان آلمانی رو نگاه بکنی. خیلی از اون روشایی که کمکم کردن تو این مسیر رو من اونجا توضیح دادم و خیلی میتونه به کارت بیاد. پیدا کردن کار. اول مهاجرت هر سنتی که خرج میکنی از پولی که از ایران تبدیل کردی و با زحمت آوردیش اینجا خیلی به چشت میاد و یه استرس و فشاری رود میذاره که بخوای هرچه سریعتر یه کاری پیدا کنی که درآمد یورویی بهت میده. پیدا کردن اولین کار تو آلمان واقعا سخته. اولش تجربه کاری تو آلمان نداری و اینکه داری با یه فرهنگ کاری جدید مواجه میشی. روش استخدامیشون متفاوته، فرهنگ استخدامیشون متفاوته و اینکه این خودش کارو سخت‌تر میکنه که بخوای یه کاری پیدا بکنی. در کنار این استرس مصاحبه و اینکه چه سوالایی پرسیده میشه و این سوالا رو بخوای با زبون غیر از زبون مادریت، حالا آلمانی یا انگلیسی، جوابشون بدی، خیلی سخت‌تر میکنه و استرس بیشتری رود میذاره. حالا در کنار این باید راجع به رزومه نوشتن به زبون آلمانی، موتیویشن لتر نوشتن و اینکه چه سوالایی توی روز مصاحبه ازت پرسیده میشه تحقیق بکنی. در کل تو آلمان فرهنگ کار کردن در حین تحصیل خیلی زیاده. یعنی قطعا یه کاری پیدا میکنی، کار جنرال خیلی راحت تر پیدا کردنش، حالا چه به زبان آلمانی چه به انگلیسی. حالا به نسبت تعداد کارهایی که با زبان انگلیسی هستن کمتر هستن ولی بازم پیدا میشه. در کنار اون کارهای تخصصی یا کار ورکینگ استودنتی که واقعا ربط داشته باشه به رشتت یه مقدار سخت‌تر پیدا میشه، مخصوصا اینکه توی ماه اول مهاجرت باشی، ولی نشدنی نیست چون که خودم این کار انجام دادم و ماه دوم از مهاجرتم کار تخصصیمو پیدا کردم. افسردگی سال اول مهاجرت. یکی از چیزایی که منو به سمت افسردگی تو سال اول مهاجرتم بردش این بودش که مهاجرتم با کرونا همزمان شده بود و اینکه همه چی شده بود آنلاین. واقعا هیچ چیزی از دنیای بیرون من تجربه نمی‌کردم. همش نشسته بودم توی اتاق خودم، توی اتاق خیلی کوچیک دانشجویی و اینکه کارم آنلاین شده بود، دانشگاه آنلاین شده بود و اینکه فرصت این که بتونم با آدم‌ها ارتباط بگیرم، محیط جدید رو کشفش بکنم نداشتم. به طور کلی تو قبل از مهاجرت تو کشور خودت یه شخصیتی برای خودت ساختی، یه دایره دوستی ایجاد کردی، ارتباطات کاری ساختی و یه بهش اجتماعی پیدا کردی. حالا بعد از مهاجرت تمام اینا رو گذاشتی کنار و از صفر داری شروع میکنی، حتی از منفی داری شروع میکنی. باید تازه خودتو پیدا بکنی تو این شخصیتی که داری و اینکه خود جدیدتو به بقیه هم اثبات بکنی. یه جا خوندم که میگفتش ما تو سال اول مهاجرت معمولاً اون سختیایی که دلیل اصلی مهاجرتمون بودن رو فراموششون میکنیم و ذهنمون فقط اون اتفاقات قشنگی که تو ذهنمون مونده رو به یادمون میاره و خب این خودش یه دلیلی میشه که تو بخوای سال اول فقط به فکر کشورت باشی، هی بخوای برگردی و اینکه فکر کنی که خب من برای چی اینجام، دارم چیکار میکنم اینجا، بقیه دارن زندگیشون رو میکنن، من اینجا نشستم توی اتاق خیلی کوچیک دارم کارامو میکنم. حتی به یادت نمیاد، حتی به این فکر نمیکنی که این همه سختی که کشیدی برای چی بوده، چرا اومدی اینجا و داری چی کار میکنی. به نظرم کاری که خیلی مهمه اینه که ما یادداشت بکنیم، بنویسیم دلایل مهاجرتمون چی بودن، چه چیزایی نکته منفی بوده برامون و الان به چه چیزایی رسیدیم، چه دستاوردهایی داریم. خیلی وقتا این دستاورده رو فراموشش میکنیم. تنهایی و دوری از خانواده. به نظرم بزرگترین چالش مهاجرت حداقل برای من تنهایی و دوری از خانواده است. اینکه باید قبول بکنی که
فاصله بین تو و عزیزات افتاده و اونا رو دیگه اینجا کنار خودت نداری. هر وقت که بخوای نمیتونی ببینیشون. خیلی از مراسم‌ها یا اتفاقات خاص رو ممکنه از دست بدی و این ارتباطه فقط خلاصه میشه به یه تماس تلفنی توی تلفن. یکی از دلایلی هم که من آلمان رو برای مهاجرت انتخاب کردم این قضیه فاصله با ایران بودش. به نسبت حالا کانادا، آمریکا، استرالیا خیلی فاصله بهتر هستش و حداقل میتونی بگی که من میتونم حداقل یه روزه ایران باشم. تبدیل محل اقامت جدید به خونه. چند روز پیش داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم راجع به اینکه خونه کجاست، هنوز حس خونه داری یا نه. بهم میگفتش که هنوز نتونسته این حس خونه رو برای خودش بسازه. براش خونه جایی بودش که همه سوراخ سنبه‌هاشو میشناسه و یه پاتوقی داره، خیابونا رو میشناسه، بدون نقشه میتونه راهش رو پیدا بکنه و واقعا هم درست میگفت. یه سری وقتی به آلمان مهاجرت میکنن هنوز یه گاردی نسبت به این کشور و نسبت به این زبون دارن، انگار خودشونو هنوز برای آینده تو این کشور نمیبینن، منتظر یه تغییر دیگه، منتظر یه مهاجرت دیگه. به خاطر همین این کار خیلی سخت میکنه که تو بخوای یه خونه‌ای برای خودت بسازی، یه حس خونه به این کشور پیدا بکنی. به نظرم آدم باید به فضای جدید، آدمای جدید یه فرصتی بده، باشون خاطره بسازه تا بتونه آروم آروم اون خونه‌ای که باید بعد از مهاجرت برای خودش بسازه رو ایجاد بکنه. آب و هوا. وای که هرچی از آب و هوای سرد و تأثیر بی‌آفتابی روی حال و هوای آدم بگم کم گفتم. من ایران جز آدمی بودم که از آفتاب متنفر بودم و وقتی میای اینجا و شرایط رو توی زمستون میبینی که خیلی سخته وقتی آفتاب نیستش تو آسمون و آدما خیلی مودشون عوض میشه، یا حال هوای دیگه دارن و وقتی نعمت رو ازت میگیرن تازه میفهمی که چقدر تو به این نعمت نیاز داری، چقدر این آفتاب توی حال و هوای آدما و حتی روحی خودت مهمه. حالا فکر کن تو زمستون که کلا روزا کوتاه‌تره، صبح بعد تو تاریکی بری سر کار یا دانشگاه، عصرم تو همون تاریکی برگردی خونه، بدون اینکه حالا معمولا اولش هم ماشین نداری و تاکسی گرفتن هم اینجا یه کالای لاکچریه. اگه برف باشه، بارون باشه، بعد حالا با اتوبوس و قطار و اینجور چیزا خودتو به مقصد برسونی. پیدا کردن دوست جدید. به نظرم بعد از مهاجرت باید خیلی خوششانس باشی که یه دوستی عمیق مثل دوستی که از بچگی تا الان تو ایران داشتیم نصیبمون بشه. انتخابا کلا اینجا خیلی محدودتره. وارد یه بازی آزمون و خطا میشی، وارد اکیپ‌های دوستی مختلف میشی و آدم‌ها رو امتحان میکنی. خیلی اوقات اون چیزی نمیشه که تو انتظار داری و اون دوستی‌ها شکست میخوره و در آخر هم اگه خیلی شانس بیاری میتونی تعداد محدودی از آدمای با ارزش رو تو دایره اطرافیانت قرار بدی و بهشون لقب دوست و رفیق بدی. فرهنگ متفاوت. بعد از مهاجرت کلا تفریح رنگ و شکل دیگه‌ای به خودش میگیره. خیلی از تفریحایی که بهشون عادت داری تو ایران و اینجا نمیتونی داشته باشی. مهمونی پنجشنبه شب خونه مام بزرگت یا دور همیایی که تو پاتوق همیشگیتون با رفیقات داشتی رو نداری و خودش این خیلی اذیت کننده است. باید سعی کنی که یه ذره خودت رو شبیه آلمانیا بکنی، تفریحای اونا رو یاد بگیری و باهاشون تفریح انجام بدی. شاید اول زیاد علاقه به انجامش نداشته باشی، شاید هم بهش عادت نکنی، ولی اگه میخوای نزدیک بهشون بشی، میخوای باهاشون دوستی ایجاد بکنی، تو جامعهشون ادغام بشی، یکی از راههایی که میتونی این کار انجام بدی اینه که همراه باشون تفریح بکنی. مثلا تو زمستون میری اسکی یاد میگیری، باشون کوهنوردی میکنی، بعد کار صخره‌نوردی میکنی باهاشون و این باعث میشه که یه مقدار بهشون نزدیکتر بشی. در رابطه با رفتار آلمانیان باید بهت بگم که آلمانی‌ها آدمای رکین، هیچ تعارفی ندارن و خیلی هم مودین. در این حال میتونن آدمای خیلی مهربونی باشن وقتی بهشون خودتو اثبات میکنی، وقتی اعتمادشون رو جلب میکنی و خودشون کم کم به دایره دوستانت راه میدن، ولی همیشه یه مرزی بین خودشون و دوستاشون قرار میدن. آدمایی نیستن که بتونی خیلی سریع باشون وارد یه دوستی بشی. مثلا میتونی شب باشون توی مهمونی باشی، خیلی بگو و بخند و خیلی صحبتای عمیقی هم بکنی، ولی فردا صبح میری شرکت باشون سلام میکنی، اصلا حتی روشو بر نمیگردونه. من هنوز خودم نتونستم این حس و حالشون رو درک بکنم و دلیلش رو متوجه بشم، ولی این حالو داره و تقریبا عادت کردم بهش. ولی در کنار همه این حالا
بدیایی که گفته میشه از آلمانیا و رفتارشون، واقعا آدمایی هم دیدم که خیلی تشویقت میکنن، خیلی ساپورت میکنن آدمو و اینکه سعی میکنن که باهات ارتباط بگیرن. به نظرم هر جا آدمای خوب و بد داره. اگه تو هم مثل من به گفتن که آلمان آدمای سردی داره، به نظرم بریزش دور، با آدما فرصت بده. اگه شانس داشته باشی آدمای خوبی سر راهت قرار میگیرن و اینکه تو این جامعه حتما آدمای خوبی هم وجود داره و ما میتونیم راحت زندگیمونو بکنیم. تا اینجا همش راجع به چالشایی که من تو مهاجرت به آلمان باهاش مواجه بودم صحبت کردیم. حالا بریم به نکات مثبتی که آلمان برای من داشتش بپردازیم. استقلال مالی. خرید خیلی از کالایی که تو ایران برام لاکچری بودن و حتی رسیدن بهشون ناممکن بودش، دیگه برام آرزو نیستش. نمیگم الان میتونم همه چیزو بدون مشکل راحت بخرم، ولی اگر یک چیزی رو نیازش رو تو زندگیم احساس بکنم و تصمیم به خریدش بگیرم، هیچ مشکلی برای خریدنش ندارم. مثلا میتونه ماشین باشه، یه گوشی جدید باشه، یه گجت جدید، دوربین جدید، ولی اینو حتما تو ذهنت داشته باش. اگر مدیریت مالی خوبی نداشته باشی و بدون فکر این کالاها رو بخری، قطعاً وضع اقتصادی خوبی نخواهی داشت. مثلا اگه بخوام یه مثالی راجع به کالاهایی که اینجا قابل خریده ولی حالا فعلا هنوز تصمیم نگرفتم که بخرمش صحبت بکنم، اینه که مثلا ماشین، من عشق ماشینم، ولی این آتش و اون اشتیاقی که واسه رسیدن به ماشینای جدید و بروز دارم و توسط کارم، نمایشگاه ماشین و کارشرینگ که حالا توی خیابونا هستش، اون آتش رو تونستم یه مقدار خاموشش بکنم. یعنی اون غیر منطقی تصمیم گرفتنه رو یه مقدار کاهشش دادم، بیشتر دارم منطقی تصمیم میگیرم. من تو هفته هیچ نیازی به ماشین پیدا نمیکنم، همه نیازامو توسط اتوبوس و حالا هم نقل عمومی رفت میکنم. فقط آخر هفته است که بهش نیاز پیدا میکنم و حالا دارم راجع به این فکر میکنم که آیا واقعا نیاز دارم که یه ماشین بخرم یا نه. ولی داستان اینه که من وقتی که بهش فکر کنم، اگر نیازش رو احساس بکنم، اگه تصمیم به خرید ماشین رو بگیرم، میتونم راحت این ماشین رو تهیه بکنم. تو ایران حتی اجاره یه خونه مستقل برای من با حقوق کارمندی خیلی سخت بود و به آرزو تبدیل شده بود. ولی اینجا با حقوق کارمندی به راحتی میتونی یه خونه مستقل برای خودت اجاره بکنی و زندگی خوبی داشته باشی. البته این قضیه شهر به شهر خیلی متفاوته. یه سری از شهرها هزینه مسکن خیلی پایینی دارن، یه سری شهرها مثل مونیخ بسیار خونه گرون هستش و خب تو 2 3 سال اخیر خیلی هزینه مسکن بالا رفته. ولی با این حال بازم ممکنه که با حقوق کارمندی بتونی یه دونه خونه مستقل برای خودت اجاره بکنی. شانس کار کردن تو بهترین شرکت‌های دنیا. تو آلمان کار کردن در حین تحصیل یه کار خیلی نرمالی هستش و خیلی از شرکت‌های بزرگ یه پوزیشنی باز میکنن به اسم working student که شما به عنوان دانشجو میتونی تا 20 ساعت در هفته توی اون شرکت کار بکنی. خوبی این قضیه اینه که تو دسترسی داری به یه مارکت بزرگ از شرکت‌های خیلی بزرگ توی دنیا و خب میتونی خیلی تجربه کسب بکنی، میتونی کار دانشجویی اونجا انجام بدی، میتونی اینترنشیپ بگذرونی، تز لیسانس تو، تز فوق لیسانس تو و دکترات تو اون شرکت ها بنویسی. یه خوبی بزرگی که کارهای دانشجویی دارن اینه که تو میتونی وارد شرکت ها بشی و تجربه کسب بکنی، خودتو بهشون ثابت بکنی، نتورک بزنی، با آدما ارتباط برقرار بکنی و در آخر وقتی که درس تموم شد میتونی حتی توی اون شرکت یه کار فول تایم بگیری و اونجا ادامه بدی. مثلا من اولین کار فول تایم هم اونجایی شروع کردم که کار دانشجوییمو انجام داده بودم. تحصیل رایگان و با کیفیت تو بهترین دانشگاه‌های دنیا. مهاجرت به آلمان این امکانو بهم داد که بفهمم چه حسی داره که تو دانشگاهی درس بخونی که پیشرفت دانشجوهاش بها میده و برای دانشجوش ارزش قائله. من تونستم توی دوران تحصیلم هم همزمان کار مرتبط انجام بدم، هم توی یه گروه دانشجویی مسئولیت بپذیرم و یه خودروی برقی با فیبر کربن برای مسابقات بسازیم. تو این پروژه حمایت کامل دانشگاه رو داشتیم و تونستیم همه چیزایی که یاد گرفته بودیم رو عملی توی یه کار تیمی اجراش کنیم. امکان سفر به راحتی به بقیه کشورهای اروپایی. یکی از خوبی‌های اروپا و به خصوص آلمان اینه که خیلی کشورها به همدیگه نزدیک هستن و تو میتونی یه آخر هفته یا یه تعطیلات کوتاه با هزینه کم و زمان سفر خیلی کوتاه میتونی یه کشور دیگر رو ببینی، با یه زبان دیگه و فرهنگ دیگه آشنا بشی و خب این خیلی تجربه جالبیه. تو این 5 سالی که اومدم آلمان تونستم یه سری از شهرها و کشورها رو ازشون بازدید بکنم و یه سری هم ولاگ تهیه کردم که میتونی این ولاگا رو توی چنلم ببینی.
رشد فردی به واسطه غلبه بر چالش‌های مهاجرت. توی مسیر مهاجرت خیلی چالش‌ها جلوی پامون قرار میگیره و یه تعدادشو برات گفتم. همه این چالش‌ها رو باید تقریبا به خودت اتکا بکنی و خودت به تنهایی حلشون بکنی و این خودش قضیه رو سخت‌تر میکنه. اینجا دیگه تو شرایطی نیستی که به کمک دوست، خانواده و اطرافیانت اتکا بکنی. هر کدوم از این چالش‌ها رو که حلشون میکنی یه تجربه جدیدی بهت اضافه میشه و واقعا صادقانه بگم اگر این مهاجرت نبودش من نمیتونستم انقدر پیشرفت بکنم، انقدر بزرگ بشم تو این زمان کم. در کل به نظرم تو مسیر مهاجرت تو یه بهایی میدی و یه چیزی به دست میاری. برای من حداقل جواب به این سوال که آیا اون چیزی که به دست آوردی به اون چیزی که از دست دادی میچربه اصلا کار ساده ای نیستش. ولی مهاجرت به آلمان برای من سجاد از لحظه ورودم تا 5 سال بعدش که الان باشه مثل یه ترن هوایی کلی بالا و پایینی داشته و اگر این کار انجام نمیدادم باعث میشد که فرصت تجربه کلی شکست و موفقیت رو از خودم بگیرم و الان هم با کوله باری از تجربه و خونه‌ای که تو آلمان برای خودم ساختم از نتیجهش راضیم.